30 روز 30 تا نژاد سگ با من. روز 4. نژاد شیواوا. اسمش از ایالتی توی مکزیک گرفته شده با همین اسم، ولی معلوم نیست دقیقاً مال کجاست. حدس میزنه از سگ‌های آستک‌ها باشه. اولین باری که به ایالات متحده اومد گوش‌های بزرگتر و خفاشی‌تری نسبت به امروزیش داشت، ولی الان سر بزرگتر و گنبدی شکلی داره. یه سوراخ جلوی سرشون دارن به اسم مولرا که به مرور زمان بسته میشه، ولی باید تا اون موقع به آرومی هم بشن. معمولا به شکل مو کوتاه با موهای صاف و براق دیده میشن، ولی میتونن به شکل مو بلند با موهای صاف یا کمی حالت دارم دیده بشن. موهای روی دمشون و گوشاشون هم مثل پر میمونه. معمولا بین 12 تا 15 سال عمر میکنن. وزنشون بین 1 تا 1.75 کیلوگرم و قدشون از سرشون 15 تا 23 سانتی متره. بسیار سگ سرزنده و نترسیه و پارس خیلی بلندی داره. با صاحبش رابطه نزدیکی داره. این نژاد اکثر مواقع که میترسن میلرزن، ولی مدل مو کوتاهشون میتونن به خاطر سرما هم بلرزن. پس تو روزای سرد زمستون میتونین لباس تنشون کنین. با اینکه تو غذا خوردن مشکل پسندن، ولی به جاش اصلاح خاصی بدنشون نیاز نداره. میتونن طیف وسیعی از بیماری ها رو شامل بشن که یه نشون هیدروسفالی که از وقت تولد مشخصه. باید از چاقشون جلوگیری بشه به خاطر اینکه میتونه باعث کلاپس نایب بشه و تنفس رو براشون مشکل کنه. حتما دندوناشون چک کنین که دندونای شیرشون افتاده باشه، به خاطر اینکه خیلی توشون شایعه که دندونای شیرشون میمونن و دندونای دائمی هم در میان. اگه سوالی داشتین تو کامنت ها واسم بنویسین.